سلام الله عليكم. أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذا اللقاء الخاص. ضيفنا في هذا اللقاء هو السيد محمد رضا نعمتزادة، المرشح لحقيبة وزارة الصناعة والتجارة في التشكيلة الوزارية التي قدمها الرئيس الإيراني الجديد حسن روحاني إلى مجلس الشورى الإسلامي البرلمان لتنال ثقته. أهلا بكم سيد محمد رضا نعمتزادة. شكرا. هناك دور كبير قمتم به في الحملة الانتخابية للسيد روحاني، تكللت هذه الحملة بالفوز الكبير. ما هي العلاقة بين هذا الفوز وهذا الترشيح لوزارة الصناعة والتجارة؟ بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از هر چیز سلام عرض میکنم به بینندگان عزیز العالم و از جناب عالی هم تشکر میکنم به خاطر این مصاحبه. در رابطه با سوال جناب عالی من میخوام عرض بکنم ارتباطی وجود نداره. اونجا هم وظیفه بود، تکلیف شده بود که ما کمک کنیم جناب آقای دکتر حسن روحانی رو و تلاش شد به اتفاق همه همکاران و خوشحالیم که ایشون در مرحله اول پیروز شدن و کماکان به عنوان مشاور کمک میکردیم تا اینکه اخیراً ایشون دستور فرمودن که ما این مسئولیت وزارت صنعت و معدن و تجارت رو بپذیریم و علی‌رغم اینکه خب من قبلا چندین دوره وزیر بودم، دیگه این بار هم مجبور شدیم پذیرفتیم و امیدواریم که انشالله با رأی اعتمادی که مجلس خواهد داد کارمون رو به زودی شروع خواهیم کرد إن شاء الله. وزارة الصناعة والتجارة هي من الوزارات المهمة في إيران على أكثر من صعيد، على صعيد الإنتاج، على صعيد التصدير، على صعيد الداخل والخارج. ما هي خططكم وبرامجكم المستقبلية لتفعيل هذه الوزارة وإعادتها إلى صدر الواقع الصناعي في الجمهورية الإسلامية؟ خب ما برنامه هامون وسیع. در ابتدا یک برنامه کوتاه مدت داریم که بعضی از مشکلاتی که در پیش روی هم صنعت، هم معدن، هم تجارت هست انشالله اینها رو مرتفع کنیم و پیش بینی میکنیم که 3 تا 4 ماه طول خواهد کشید که روی این برنامه کوتاه مدت کار کنیم، ولی برنامه اساسی که خواهیم داشت برای دوره 4 ساله است. در این دوره هدف اصلی فعال کردن واحدهای تولیدی است که در حال حاضر با ظرفیت کمتر و یا با رکود مواجه هستند و در مرحله بعد نوسازی و ارتقاء کیفی واحدهای تولیدی و صنعتی ما هست که بتوانند ضمن اینکه نیاز داخل رو تأمین میکنند نقششون رو در صادرات افزایش بدن. مطلب دیگر در رابطه با معدن هست. معدن یکی از بخش‌های بسیار مهم کشور ماست. همونطور که میدونید کشور ما از لحاظ دارایی معدن و ذخایر معدن در رتبه 10 هست در جهان، ولی متاسفانه از جهت اکتشاف و بهره برداری عقب هستیم. امیدواریم که با تجهیز نیروهای توانمند در این زمینه و استفاده از حضور بخش خصوصی ما بتوانیم معدنمون رو هم مثل صنعت انشالله توسعه بدیم و فعال کنیم و نقشش رو بیشتر کنیم. زمینه‌های دیگر هست. توسعه صادرات هست که باز یکی از اهداف صنعت خواهد بود. عرض کنم افزایش نقش صنعت و معدن در تولید ناخالص ملی است. در حال حاضر حدود 22% هست. ما امیدواریم این رو به بالای 25% در تولید ناخالص ملی برسونیم. در زمینه رشد و توسعه صنعت هم باز یه رقم
بالای 10% رو به صورت سالانه در نظر داریم که انشالله بهش برسیم. تحدثتم عن يعني العمل على مستويين. المستوى الأول هو المستوى القصير الذي يعني يكون في حدود 3 أو 4 أشهر، والمستوى الآخر هو المستوى البعيد. لو أردنا أن نركز أكثر على هذا المستوى يعني القصير الأمد، ما هي أبرز ملامح الخطط التي حضرتموها لهذه المرحلة؟ موارد زیادی هست ولی اغلب اینها کوتاه مدته. یکی از مسائلش کاهش بوروکراسی و مقررات دست و پاگیری است که صنعت ما، معدن ما باش مواجه است. اینها رو امیدواریم اون مقداری که در اختیار خود ما هست مرتفع کنیم. اون مقدار هم که مربوط به دستگاه‌های دیگر دولتی است با کمک اونها اینها رو رفع کنیم که صنعت راحت‌تر بتونه حرکت کنه. مثلا در سیستم بانکی ما مشکلاتی داریم که بخشش ناشی از تحریم‌های بانکی بین المللی است و بخشی هم مربوط به خود ماست. و اون چیزی که مربوط به خود ما هست سریع میتونیم برطرف کنیم و حتی کمک کنیم برای کاهش فشار تحریم‌های خارجی. مواردی تقریبا از این قبیل هست. رسیدگی سریع به مشکلاتی است که بخش‌های مختلف این اقتصاد ما باش مواجه هستند که نیاز به همکاری و معاضدت همه بخش‌های اقتصادی داره. من یقین دارم با هماهنگی که ما با سایر بخش‌های اقتصادی داریم بتوانیم مشکلاتمون رو در کوتاه مدت کاهش بدیم. يعني تتفضلون أنه لديكم يقين بأن هذه المشاكل كثير منها سوف يحل في هذه الفترة المؤقتة، ولكن يعني بشكل محدد وواضح. يعني هذا الحديث هو أقرب في الحقيقة للعموميات، ليس يعني لم تقدموا أشياء محددة وواضحة. لو أردنا أن نقدم للمشاهدين أشياء محددة وواضحة سوف تقومون بها في المستقبل، ماذا يمكن أن تقولوا؟ من عرض کردم در زمینه معدن ما کمتر کار کردیم. ما تشکیل یک شورای مشورتی به اجرایی در بخش معدن خواهیم داد که اینا شروع کنن به برنامه‌ریزی برای توسعه صنعت معدن، توسعه معدن. بنابراین تشکیل این گروه و شروع به کار اون یک کار مشخصی است. در زمینه رفع موانع بانکی باز ما با بانک ها و با بانک مرکزی وزارت اقتصاد دارایی هماهنگی خواهیم کرد که موانعی که امروز موجوده اینها رو به مقدار زیاد مرتفع کنیم. بنابراین اینا موارد مشخصی است که انجام خواهد شد و همچنین در زمینه سازماندهی داخلی خود وزارتخانه ما مشکلاتی داریم که اونها رو رفع خواهیم کرد. اینها انواع کارهایی است که شاید 20 مورد هست ما باید انجام بدیم. ويعني تتوقعون أن تحصلوا على نتيجة مرتفعة يعني النسبة، تكون نسبتها عالية؟ من فکر میکنم بالای 80% این برنامه کوتاه مدت به نتیجه خواهد رسید. أشرتم في الجواب قبل هذا إلى مسألة الحصار والحظر المفروض على إيران، ونحن نعلم أن هذه الضغوطات الغربية لم تنقطع تقريبا منذ انتصار الثورة الإسلامية في إيران وحتى اليوم، ولكنها زادت في الفترة الأخيرة. ما هي خططكم وبرامجكم للتعامل مع الحصار والحظر الغربي، وكيف ستتعاملون معه بما يؤدي إلى يعني تفعيل الصناعة والإنتاج والعلاقات الاقتصادية مع الخارج؟ در مرحله اول ما باید تأکید بکنیم بر توانمندی داخلی خودمون با ارتقاء تولیدات داخلیمون و توجه به افزایش تولیدات داخلیمون. ما کشور رو کمتر
نیازمند خارج خواهیم کرد و از طرف دیگر باید صادراتمون رو افزایش بدیم که ارز مورد نیاز صنعت از محل صادرات خود صنعت به مقدار زیاد تأمین بشه. حتی برنامه 4 ساله ما این است که در انتهای برنامه صنعت از لحاظ تأمین ارز خودکفا بشه، یعنی اون مقدار ارزی که لازم داره خودش از منابع خودش از محل صادرات خودش تأمین بکنه که این خودش باز کمک خواهد کرد که ما در مقابل تحریم مقاومت بکنیم. ولی اون چی که مسلم هست باید همه کمک کنیم که این تحریم فشارش کاهش پیدا بکنه و به تدریج از بین بره، چون اصولا ما معتقدیم که کشور ما باید تعامل داشته باشه با تمام کشورهای جهان و دلیلی نیست بر این ادامه تحریم. این فقط یک فشار ناخواسته و ناجوانمردانه است و حتی ظالمانه است که بعضی از کشورها بر علیه ما اعمال کردن. باید کمک کنیم به دولت در مذاکراتش و بخش تجارت صنعت خودش یک عامل مؤثری است که میتونه در جهت کمک به مذاکره کنندگان و سیاستمداران کمک بکنه که این تحریم کاهش پیدا بکنه، مثلا در رابطه با تجارت بین المللش، در رابطه با قراردادهای بین المللش، مراودات بین الملل. بالاخره دنیای تعامل و همکاری است. نعم. أشرتم بشكل أو بآخر خلال الجواب إلى تفعيل قطاع الإنتاج في البلاد، ولا شك أن وزارة الصناعة والتجارة تلعب دورا مهما في تفعيل هذا القطاع بما يعني ينعكس إيجابا على الأداء الصناعي وعلى يعني كثير من القطاعات في البلاد. كيف يعني ستقومون بهذا التفعيل؟ من عرض کردم بخشی از موانع وجود داره که اینها جلوی افزایش تولید و تحرک تولید رو گرفته. ما اونها رو داریم بررسی میکنیم که یکی بعد از دیگری کاهش پیدا کنه و بوروکراسی ها از بین برود. باید از تولیداتی که فکر میکنیم مورد حمایت باید باشند حمایت کنیم. تعدادی از صنایع ما مشکل نقدینگی دارند، با سیستم بانکی باید مذاکره کنیم و منابع مالی مورد نیاز اونها رو تأمین بکنیم که این گردش به گردش در بیاد. مثلا در حال حاضر برای گشایش اعتبار باید شرکت ها علاوه بر 100% پرداختی که باید بکنن باید 30% هم اضافه پرداخت کنن، و حالی که در گذشته با 10-15% پیش پرداخت ما میتونستیم LC هامون رو باز بکنیم. این مطلبی است که سریع ما میتونیم برگردونیم به حالت قبل و اگر صنعت بتونه با 10%-15% LC هاشو باز بکنه یک کمک بزرگی برای نقدینگیش خواهد کرد. به هر صورت راه‌های مختلفی هست که ما صنعت رو انشالله بتونیم فعالش بکنیم. امیدواری که در صنعت ایجاد شده مثل سایر بخش‌های اقتصادی این خودش انگیزه است که مدیران و مسئولین صنعتی ما بتونن حرکت بیشتری کنن. مطلب دیگر این است که ما در واگذاری کارها به بخش خصوصی جدی خواهیم بود و اجازه خواهیم داد که بخش خصوصی تحرک بیشتری داشته باشن و بخش دولتی روز به روز کاهش پیدا کنه و امیدواریم که سهمش در انتها تقریبا بسیار ناچیز بشه. یعنی بخش خصوصی خود به خود انعطاف بیشتری دارن و بهتر میتونن کار کنن.
نعم، يعني هذا الموضوع أنا كنت أريد أن أسأل عنه في الحقيقة، العلاقة مع القطاع الخاص. وهذه العلاقة في الحقيقة يعني مع القطاع الخاص في إيران كانت تقريبا على مدى العقود الماضية هي مثار جدل بين مختلف الأطراف والتيارات السياسية في إيران. يعني بماذا ستتميز علاقتكم مع القطاع الخاص في المستقبل؟ یکی از سیاست‌های جدی که آقای دکتر حسن روحانی مطرح کردند و طبعا دولت هم در همون راستا حرکت خواهد کرد، استفاده از حد اکثر توان بخش خصوصی در تصمیم گیری ها و در اجرا هست و استفاده از تشکل‌های بخش خصوصی در این رابطه. ما هم که یک بخش عمده‌ای از اقتصاد کشور رو تشکیل خواهیم داد و تشکیل میدیم، خود به خود به این راه کشیده خواهیم شد. یه موقع است صحبتش رو میکنیم ولی ما امیدواریم که این رو اجرا در بیاریم با مکانیزم هایی که در دست طراحی و پیش بینی هست. نعم، في الحقيقة هناك يعني موضوع يطرح نفسه في كثير من الأوساط التي لها علاقة بالصناعة والتصدير، أنه متى ستصل إيران إلى مرحلة تلتزم فيها الصناعات الإيرانية بأرقى المعايير العالمية في التصنيع، بحيث أنها تفتح أمامها يعني الأسواق العالمية وتستطيع أن تنافس المنتجات الأخرى وخصوصا الغربية والمتقدمة منها. بله همینطوره. ما یکی از اهدافمون در این برنامه 4 ساله رقابت پذیر کردن صنعت کشوره. به این معناست که هم از لحاظ قیمت هم از لحاظ کیفیت بتونه با رقبای بین المللی خودش رقابت بکنه. این طبیعی است در بازارهای چه داخلی چه خارجی واقعا باید صنعت رقابت پذیر بشه و یکی از اونها بحث استاندارد هست که تشویق خواهیم کرد، آموزش های لازم رو بیشتر خواهیم کرد که صنعت ما تبعیت کنن از بالاترین استانداردهای بین المللی. نعم، هناك نقطة أيضا أود أن يعني أسأل عنها، وهي قضية الاستثمارات الأجنبية في إيران. هل لديكم خطة خاصة أو برنامج خاص للتعاطي مع هذا الموضوع وتسهيل الاستثمار الخارجي في إيران؟ ما باز جزء برنامه‌های کمی که اعلام کردیم دنبال خواهیم کرد. حتما ترغیب و تشویق سرمایه گذاری خارجی است. حتی یک رقمی رو هم در اونجا مطرح کردیم. ما امیدواریم که هم ایرانی هایی که در خارج از کشور حضور دارن و منابع مالی دارن اینها تشویقشن بیان ایران و هم عرض کنم خارجیانی که علاقه‌مندن بیان در کشور ما سرمایه گذاری کنن. لازمه این کار این است که ما محیط جذاب بکنیم، محیط امن بکنیم و انشالله با کمک دستگاه زیربط این کار رو دنبال خواهیم کرد و هدف گذاری خواهیم کرد که واقعا به اون اهداف مورد نظرمون برسیم. این به این معنا نیست که کشور حتما نیاز به منابع خارجی داره، بلکه معتقد هستیم که تو این تعامل هست که صنعت رشد پیدا میکنه، میتونه برندهای معروف جهان رو بیاره تو کشور و با تولید برندهای شناخته شده محصول خودش رو صادر بکنه و باز با ارتباط مدیریت و تکنولوژی که پیدا خواهیم کرد صنعت خود به خود رشد بیشتری رو خواهد داشت. هل تعتقدون أن الحكومة الجديدة يمكن أن تستمر في يعني سياسة مبادلة البضائع مع العملات الصعبة الناتجة عن بيع النفط والتي لا تستطيع إيران استلامها بشكل مباشر؟ هل يمكن أن تستمر هذه السياسة، وهل يمكن أيضا أن تشمل يعني حتى الدول الأوروبية وربما الولايات المتحدة؟ طبعا اگر موضوع تحریم ها برطرف بشه بله، چرا نه. فعلا همطور که میدونید تحریم های تحمیلی از سوی امریکا و
جامعه اروپا هست که این محدودیت رو به وجود آورده. ما این آمادگی رو داریم و فکرم میکنیم که کالاهایی داریم که میتونه رقابت بکنه. هناك موضوع من المواضيع المهمة التي طرحت في المناظرات الانتخابية بين المرشحين إلى الانتخابات الرئاسية ويطرح كثيرا في الصحافة والإعلام، وهو مسألة البطالة في إيران. هل لديكم خطط خاصة للقضاء على البطالة أو على الأقل المساعدة على تقليل نسبتها في ایران؟ ببینید، اگر ما صنعت رو فعال بکنیم خود به خود اشتغال هم پشت سرش خواهد اومد. اشتغال خود به خود به وجود نمیاد. ما هم باید معدن رو فعال تر کنیم، هم صنعت رو فعال بکنیم، هم تجارت رو، و اینها هست که اشتغال رو به وجود میاره. و ما وقتی که میگیم ما بالای 10% باید رشد صنعتی داشته باشیم، یعنی اینکه صنعت تولید بیشتر بکنه، خود به خود اشتغال بیشتر رو هم خواهیم داشت. البته از لحاظ اعداد ارقام باید کار بیشتری کنیم، برنامه‌ریزی کنیم، ولی ما تعهد میکنیم که با فعال شدن صنعت انشالله اشتغال هم به این بخش برمیگرده. سؤال أخير لو سمحت لي سيد نعمت زادة، وهو يعني هذه الحماسة الانتخابية التي حصلت مع الانتخابات الرئاسية في إيران جعلت البعض يتحدث عن يعني يحلم أو يتحدث عن مفاوضات لدخول إيران إلى منظمة التجارة العالمية. هل يمكن أن يحصل مثل هذا الشيء؟ مسئولیت فعالیت در زمینه WTO هم با وزارتخانه ما هست و قسمتی رو داریم در این زمینه. مصر هستیم که تلاش کنیم برای پیوستن به WTO. در حال حاضر ما عضو ناظر هستیم، ولی باید تلاش بکنیم و این تلاش رو هم خود بنده و هم همکاران و دولت هم خواهد کرد که انشالله یک روز بپیوندیم به WTO. كنت قد يعني وعدتك أن يكون سؤالي السابق هو السؤال الأخير، ولكن يعني أنا أريد أن أسأل أيضا سؤالا آخر. هل أنتم متأكدون من أنه سوف يتم منحكم الثقة في مجلس الشورى الإسلامي، أو أنه يوجد أيضا احتمال آخر أن ولو بنسبة ضئيلة أن لا يتم منح هذه الثقة؟ من به فضل الهی 100% معتقدم که رأی اعتماد خواهم گرفت. امیدواریم با رأی بالا هم باشه إن شاء الله. في ختام هذا اللقاء أشكر ضيفي السيد محمد رضا نعمت زادة المرشح إلى حقيبة وزارة الصناعة والتجارة في التشكيلة الوزارية التي قدمها الرئيس الجديد حسن روحاني، والشكر موصول إليكم مشاهدينا الكرام، وإلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامج لقاء خاص.